رفقا چطورین؟ من مبینم و امروز قرار چنلم رو بهتون معرفی کنم. همونطور که میدونین اسم چنل من چنل مبینلنده. حالا این کلمه به معنای چیه و یعنی چی در ادامه ویدیو متوجه میشین. کلمه مبینلند یعنی سرزمین مبین. سرزمین مبین یک سرزمینیه پر از محتواهای مختلف برای سرگرم شدن و پیشرفت و یادگیری. همیشه قرار نیست فقط شما یاد بگیرین. گاهی وقتا میشه از شما هم یاد گرفت. یعنی شما یه کامنتی میذاری برای من که یادگیریه و من یاد میگیرم که آقا این موضوع اینو اشتباه گفتید، اصلش اینه، این کاری که تو انجام دادی بده، کار درست اینه. اینطوری میتونین با من مشورت کنین و من جواب تک تک کامنتاتون رو میدم. انتظار زیادی ندارم چون اولین ویدیوه. به هر حال هنوز آشنایی کاملی رو با چنل من و خود من ندارین، برای همین زیاد کامنت ها و لایک ها میزون نیست، به خاطر اینکه هنوز حمایت نشدم. امیدوارم که زمانی که دارین این ویدیو رو میبینین تو بهترین حالت زندگیتون باشین، همیشه خوشحال باشین. چنل ما درباره ولاگ چیه؟ به جای اینکه شما بیای یک وبلاگ درست کنی و توش یک موضوعاتی رو بنویسی، میای در قالب تولید محتوا اونا رو به اشتراک میذاری. حالا وبلاگ چیه؟ وبلاگ یک نوع متنیه که به صورت متنی معمولا دیگه، که میتونه عکس و ویدیو اینا هم بهش اضافه کنی، فایل و اینا بهش اضافه کنی، ولی خب بیشتر به صورت متنیه. درباره آشپزی هست، درباره دانستنی‌ها هست، درباره سفرنامه هست. حالا مثلا سفرنامه مثل اینکه مثلا میری به یک جایی، یک کشوری، یک شهری، درباره اون شهر، درباره اون کشور حرف میزنی. به جای اینکه شما اون رو به نمایش بکشونی، میای تایپش میکنی. حالا دیگه وبلاگ اینه. حالا یک نوع تولید محتوا داریم به اسم ولاگ. اینطوریه که شما به جای اینکه این همه بنویسی و اینا، میای به صورت ویدیو برای مخاطبات در قالب یک محتوای طنز پرنشاط نمایش میدی. حالا بذارید درباره خودم باهاتون صحبت کنم. من مبینم، 12 سالمه و دارم داخل تهران زندگی میکنم. خط قرمزایی داخل ویدیوی من هست که همیشه رعایت میشه، پس نگران نباشید. هیچ وقت به هیچ شخص، به هیچ کشوری، به هیچ مکانی توهین نمیشه و اینکه همیشه سعی میکنم داخل ویدیوهام نهایت ادب و احترام رو رعایت کنم تا به بقیه و به جامعه آسیبی وارد نکنم. اگه ما بتونیم با ادب باشیم و ادب رو رعایت کنیم، حداقل میتونیم بخشی از جامعه رو برای دیگران بهتر کنیم. حالا اینطوری که من دارم خیلی انگیزشی صحبت میکنم، شخصیت عادی این شکلی نیست. شخصیت عادی خیلی شوخ طبعم و شوخی زیاد میکنم، ولی خب حالا گفتم مثلا اینطوری صحبت کنم که مثلا یکم چنل اول دیگه. آره خلاصه که آره دیگه چنل ما درباره ولاگ هاست. حالا الان داری به خود فکر میکنی که این پسره داره هر روز روزمرگیاشو میذاره، چرا حوصله سربر میشه؟ قطعا برای ما نه، حوصله سربر نمیشه، چون لابلای این روزمرگی ها محتواهایی تولید میشه که قطعا همه ازشون خوششون میاد. داره. برای اینکه ویدیومون خیلی کوتاه نشه و شما بتونین یکم بیشتر لذت ببرین، ایشالا که لذت ببرین حتی، ما اومدیم امروز هم یک بخشی از دکورم رو بهتون نشون میدم و درباره‌اش توضیح میدم. ما که به هر حال داریم داخل این کامیونیتی کار میکنیم، به هر حال ما داخل این بخش که داریم کار میکنیم اصلا چی نداریم، ما الان دکوری نداریم، چون کار ما تولید محتوای ولاگ هستش، مگر اینکه بیایم اون ویدیوهای متفرقه‌ای که بهتون گفتم رو کار کنیم و از دکور استفاده کنیم. آره خلاصه بریم سراغ نمایش دکور من. آره خلاصه الان میخوام کلا توضیح بدم براتون که این دکور از چه چیزایی تشکیل شده. 4 تا تابلو باب اسفنجی، چون من خیلی به باب اسفنجی و کارتونش علاقه دارم و همچنانم این علاقه من پاورجاست. ماشینم خیلی دوست دارم، من کلا ماشین بازم، برای همین 2 تا ماشین اینجا داریم. البته این ماکت نیستش دیگه، این ماکت پیکانه، قیمت خوبی هم داره، میتونید از دیجیکالا تهیه کنید اگه دوست دارین. اینم یک عدد چراغ خواب لیزری بهش میگن. آره
این هم یه دونه چراغ مطالعه است که بهش از این لامپ‌های هوشمند وصل شده که رنگاش هم تغییر میکنه. یک عدد فضانورد ما اینجا داریم که یک کهکشانی رو به ما نمایش میده. 2 تا کارت‌های ماینکرافت. این کارت‌ها اینطوری هستن که مثل کیمدی هستن ولی خب توش کارت‌های ماینکرافت. یه دونه هم که از من حرف میزنم حساسیت نشون میده اینطوریه. اسم دقیقش رو نمیدونم، براتون میذارم. یه دونه هم ماینکرافت، یه دونه مجسمه ماینکرافت، زنگوله و ماشین و ماگی که طرح خودم، عکسای خودمه. اینجا خالیه، بعدن چیزای جدیدی بهش اضافه میشه. این قسمت یک عدد اسپیکر داریم، یک عدد تابلویی که خودمم و یه دونه عروسک و یه دونه پنلاگوستی که فقط هدف برای خوشگلی و نماه و کارایی خاصی نداره. یه دونه ساعت. الان منظورم این بود که اینجا گذاشتم کارایی نداره وگرنه میتونین استفاده کنین ازش. یه دونم کاکتوس و یه دونم اسپیکر که روش هدفونه. آره خلاصه حالا ما یک مدل صندلی هم داریم که از این صندلی‌های گیمینگ، طرح گیمینگه، یعنی از اینا نیستش که بخواد طبی باشه و خیلی محافظت کنه و اینا. کلا صندلی خوبیه. آره مرسی دیگه همراه ما بودین، ممنونم ازتون. سعی کردم خلاصه و دقیق بهتون توضیح بدم تا فعلا با این قسمت اتاق هم آشنایی داشته باشید. در ادامه که قرار ولاگ‌های خیلی بیشتری درست کنیم قطعا جای مختلف اتاق هم بهتون نشون میدم. خلاصه که نمیدونم شما به دکور نشون دادن میگه روم تور یا نه، من میگم دیگه ولی کل اتاق رو نشون ندادم. ولی خب ممنونم ازتون، تشکر میکنم که تا پایان ویدیو همراه من بودین و از من حمایت کردین با دیدن این ویدیو. امیدوارم که همیشه موفق باشید. یادتون نره که همیشه شاد باشین و خنده روی لبهاتون باشه. سعی میکنیم که فعالیت ها رو بیشتر کنیم. حالا تابستون یه روز در میون یا ممکنه هر روز اگه حمایت ها زیاد باشه ویدیو بذاریم. در ایام مهر ماه و مدرسه و اینا به خاطر شرایط تحصیلی من چون دارم تازه به راهنمایی میرم ممکنه ویدیوها کمتر بشن ولی قطع نمیشن، نگران نباشین. برنامه ریزی میشه، پنجشنبه بذاریم یا جمعه. روزهایی هم که تعطیله احتمالاً تو ایام مدرسه ویدیو داریم. مثلا ممکنه سه شنبه یک مناسبتی باشه که جشن باشه، عزاداری باشه که تعطیل باشه، اون روز ویدیو میذاریم. حالا احتمالاً بچه‌ها چون هنوز مدرسه شروع نشده من با شرایط آشنا نیستم و به هر حال دیگه آره منتظر ولاگ‌های خیلی 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 خفن باشید. قطعاً سعی میکنم بهترین محتوا رو برای همتون تولید کنم. اگه دوست داشتین لایک و کامنت و دنبال یا همون سابسکرایب فراموشتون نشه و زنگوله هم فعال کنین اگه دوست داشتین ویدیوهای بعدی منم بتونین ببینین و زودتر خبردار بشین.